السلام علیکم، خوش آمدید استاد به برنامه ما. و علیکم السلام، برای کامیابی و فعالیت های شما. زنده باشید. اگر شنیده ایستاده باشید استاد گرامی، ما درباره ضررهای تفریقه در بین تاجیکان صحبت کرده ایستادیم و در این برنامه عامل‌های تفریقه را جستجو داریم و می‌خواهیم بدانیم که چگونه اتحاد به میان بیاید. نظرهای شما در این باره چی است؟ من میخواستم که با ماهیت سوال شما خیلی در شکل فشرده و مختصر پاسخ دهم. طوری که علم و تجربه جهانی گواهی میدهد، شعار تفریق انداز یا جدا کن و اداره کن بیشتر خاص نظام های خودکامه می باشد و دولت هایی که در آن بسیار حزبی حقانی وجود ندارد و رقابت میان شکل های مختلف مالکیت و رتحت سیاسی نیست، گوناگون اندیشی و رویه های گوناگون سیاسی شرط استراتژی رشد استوار جامعه نبوده است. این اصول استفاده می شود که از پست بودن سطح دانش حقوقی، فرهنگ سیاسی، فراست انسانی و خیلی کم بودن خیرت و تمیز انسانی نیز گواهی میدهد و ما باید کوشش کنیم که تفریقه اندازی کمتر باشد، ولی رقابت سالم طبق ترتیب مقرر نموده کنستیتوسیه و قانونگذاری همچون شرط اساسی انکشاف مناسبت ها وجود داشته باشد و این آرمان انتلکتوال های حقانی، دانشمندان حقانی و وطندوستان حقیقی می باشد. درست. این پیشنهادهای شما را چگونه میتوان زمینه گذاری کرد و راه ماند؟ اول هر نکته که در کنستیتوسیه و اسناد حقوق بین المللی برمی آید و قسم ترکیبی این نظام حقوقی و سیاسی تاجیکستان که شکل اداره جمهوری و ماهیت دولتداری دموکراسی دنیوی یا اجتماعی یگانه را دارد باید رعایت شود و نتیجه انتخابات ها باعث بحث و مناظره نباشند و زمینه و کفالت اساسی تامین وحدت ملی این محض انتخابات می باشد که در اساس رقابت برنامه های سوبیکت های روند نظام سیاسی و طور اختیاری عادلانه و آگاه و بیدار شهروند رفته رای می دهد و دیگر نهادها به خصوص نهادهای قدرتی و دیگر نهادهای وکالتدار و تطبیق کننده قانونگذاری درباره انتخابات باید والایت قانون را تامین کنند. این باعث مشروعیت انتخابات و تحکیم و ژرفتر گردیدن زمینه های اجتماعی قدرت شده محبوبیت آن را نه تنها میان شهروندان بلکه در مناسبت های بین المللی تغییر میدهد و باعث بیشتر جلب گردیدن سرمایه نه قرض و اقتصادیات ملی نیز می شود که بدون جلب سرمایه خارجی کمتر به مراتب کمتر کردن مهاجران در هجرت و احیای اقتصادیات ملی مشکل است. یعنی به نظر شما وقتی که مردم در مهاجرت است، پراکنده به تمام گوشه و کنار عالم است، یعنی ملت به هم آمدنش به نهایت مشکل است. ولی اصلا هجرت در تمام کشورها هست، ولی کفالت امنیت تفاوت دارد. این یک و دوم تحت تاثیر فضای اطلاعاتی و فرهنگ بیگانه ماندنی آنها نیست از احتمال دور نیست. بله. و بنابراین ما باید کوشش کنیم که بیشتر شهروندان تاجیکستان در رابطه با تکمیل قانونگذاری و به وجود آوردن
نظام مساعد اقتصادی سرمایه گذاری و کفالت امنیت فعالیت اقتصادی نوابسته از شکل مالکیت و تابعیت مأموری به دولتشان برگردند و آنهایی که واقعا به طلبات زمان معاصر دانششان مطابق است و در اساس قرارداد نه تنها با کارهای پست و اینچنین کمتر کفالت مهنتی و حقوقی اونها را تامین کننده مشغول میشوند، بلکه آهنگساز، عالم، روشنفکر و عموما اینتלקتوال ها بگذار در خارج کشور باشند، زیرا که فعالیت پرثمر آنها باعث تشکل درست افکار بین المللی عاید به تاجیک و مردم متمدن بودن آن می شود. از این خاطر این موضوع باید تنظیم شود و تا آن حدی که امنیت ملی و زمینه های وحدت ملی را خللدار نکند. درست استاد. حالا ببینید ما درباره مهاجران، درباره کسبیت کارشان صحبت کردیم. خود شما یک نخبه ملی هستید، پروفسور، دکتری علوم حقوق شناسی، سیاستمدار، چندین سالها باز در سیاست بودید و چندین سال فعالیت آموزگاری داشتید، اما عین حال با همین قدر عنوان علمی شما در داخل تاجیکستان جایی کار نمی‌یابید. تا اونجایی که من آگاه هستم چی رسد به یک مهاجر قطاری که نه دانشگاه ختم کرده است یا که یگان کسب میانه دارد. حالا ببینید پروفسور ما، دکتر علوم ما جایی کار نمی‌یابد. این گوینده چی است؟ یعنی تو این حد است که مثلا گریم شما که دیگراندیش هستید، در یک حزب دیگر هستید، به همین خاطر نباید شما جای کار موافق به عنوان علمیتان، به فهمیشتان داشته باشید، به موافق به دانش و علم و فرهنگتان داشته باشید، مگر همین هم تفریقه نیست؟ بدون شک تقریبا 15 سال اخیر به شغل معین بودن من و نداشتن کفالت اجتماعی که قانونگذار مقرر نموده است در آن افاده می‌یابد که اول بخیلی کسبی، دوم محلگرایی، سوم نابرابری احزاب سیاسی در نزد قانون و سود، چهارم استفاده از اصول دوگانه، پنجم پس بودن عقل و تمیز، فراست و خیرت مسئولین ساحه علم و معارف و غیره می باشد. چون این تجربه ها در سالهای 70 60 یعنی زمان کرختی شوروی نیز به مشاهده می رسید و در دیگر نظام های توتالیتری و لیکن باید درک نمود که در شرایط جامعه دموکراتی و آزاد علم و هرچی که با فعالیت اینتלקتوالی رابطه دارد صاحب اختیار یعنی افطنامی باشد و آزاد باشد و محض علم راهنمای قدرت باید باشد و قدرت چشم بینا و گوش شنوایی داشته باشد. اما چنین نشده است و اگر چنین شود این نیز یکی از شرط‌های مهم ملت شدن تاجیک معاصر می باشد. اما باعث تأسف است که بخیلی، کسبی، محلگرایی، فسق و فساد و دیگر پدیده و ظهورات‌های خاص دوره عصر میانگی در حال حاضر اولویت دارد و روند دولتداری معاصر و موفق را خللدار می‌کند. تشکر زیاد استاد. سلامت باشید.